زنی نزدی پیرمردی آمد شکایت کرد، گفت که بسیار خسته شدم در زندگی، میخوام از شوهرم جدا شم. در طول زندگیم بار هم اظهار محبت نکرده است. وقتی همسایه ها رو میبینم اینقدر هوسم میآید و این خاطر میگوید بس. پیرمرد میگوید که شوهرت زیباست؟ میگوید که بله زیباست. دوستش میداره؟ گفت بله دوستش میدارم. پس گفت دخترم این امتحان است، طاقت کن. روزی از بازار گذر میکردم، خواجه را دیدم که غلامش را میفروخت. غلام گریه میکرد. چی میگفت؟ میگفت ای خواجه، تو که من را میفروشی و جای من باز دیگر غلام میابی، اما من به مانند تو دیگر خواجه نمیابم. گویان گریه میکرد. خواهر عزیز، آیا از شوهرت جدا میشی دیگر باور داری که اول شوهر میکنی، یا که باور داری که از این خوبترش را میابی؟ عاقبتی به شوهری را ما دیده ایم. این نفس است، خواه نخواه به مانند ماشینی که بیراننده است و چپ و راست رفتن میگیرد. و این خاطر پرصبر باشید، طاقت کنید، دیگر همش خوب میشود.